بدا الصبح بدا الله دوست داره اینو بشنوه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این جمله رو برای الله گفتن سبب پاکی خودت هم خواهد شد، یعنی سبب وصل تو و متصل شدن تو به ربت میشه. الله به پاکی یاد میکنید، سبب میشه که الله، چون تو دوست دارید که بنده الله پاک باشید و همیشه میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح خدا، تقدیس خدا، این سبب میشه که تو هم پاک بشید، وصل بشید. الحمدلله، ستایش خدا، حمد خدا. این جمله الحمدلله کل وجود تو اگر پر بکنه، وقتی میگی به الله الحمدلله با تمام وجودت بگی، چشم و دلت پر باشه، هیچ جایی وقتی که میگی الحمدلله احساس خلأ نکنی که جایی در بدن، در زندگیت خالی است. باید با غیر خدا پر کرد. کل وجود تو وقتی در بر میگیره، وقتی با تمام وجودت به الله میگی الحمدلله، این زیباترین جمله است که تو میگید. خدایا تو اونقدر زیبا و کامل هستید که هرچی حمد و ثنای زیباست مال توست. در بعضی روایات آمده که الحمدلله میزان انسان رو پر میکنه، ترازو رو پر میکنه. تملأ المیزان. این الحمدلله میزان تو سنگین میکنه. میدونی معنیش چیه؟ یعنی شکر، یعنی قدرشناسی، یعنی با وجود داشتن خدا در زندگی احساس تنهایی نکردن، احساس خستگی نکردن، احساس گله نکردن، یعنی راضی به رضای خدا. و خداوند بندگان قدرشناس دوست داره. الحمدلله. میزانتون رو پر بکنید. هیچ جمله تو زندگی انسان قدرتمندتر از این جمله نیست. الحمدلله. همیشه متعادلی، همیشه قوید، همیشه شادابید، همیشه شادید. هیچ موقع نقصی در زندگی احساس نمیکنه وقتی میگه الحمدلله. در هر دو حالت سر پایید، مستقیمید، معتدلید، توانمندید، چون تکیهگاهت اللهه. وگرنه دچار ضعف میشی. باور بکنید دچار ضعف میشی. کسی که نگفت الحمدلله دچار ضعفه، بدبخته، پریشانه، پراکنده است. با هر بادی میلرزه، با هر طوفانی میلرزه، با هر کم و کاستی در زندگیش، با هر مشکلی زانو میزنه. مگر اونایی که میگن کار خدا، شکر خدا، الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون، هیچ موقع مغرور نمیشن و هیچ موقع هم کم نمیارن تو زندگی.